اولا برادران و خواهران گرامی، نقطه اول خطة الکتاب میفرماید شیخ، نقشه کتاب. اولا ما نقشه کتاب رو که کتاب از چه موضوعات عبارت است گپ میزنیم، بعد ان شاء الله که هر باب در مورد از این کتاب ما بهره میگیریم. میفرماید که قسمت کتاب الی فصلین، این کتاب رو من با دو فصل تقسیم کردم. این کتاب رو با دو فصل تقسیم کردم. تحت کل فصل، در زیر هر یک فصل مبحث های بحث های رو جایگیر کردم. و هی علی النحو تالی، و میگه انا همین کتاب به این شکل است، به این شکل ترتیب گذاری شده است. فصل اول اهمیت علم و فضل و فضیلت علم. فصل اول در این کتاب در بیان اهمیت علم و فضیلت آن که در این دو مبحث است. اولا اهمیت علم صحبت میکنیم، دوم در بیان فضل علم صحبت میکنیم. اما فصل دوم باشد در بیان آداب طالب علم، در بیان آداب طالب علم و فيه 9 مباحث، که در این بیان آداب طالب علم 9 تا مبحث است. مبحث اول در بیان اخلاص و ترس از ریا. قسمت اول که ما درس میکنیم ان شاء الله بیان اخلاص است. و دوم خوف، ترس از ریا و ریاکاری و ریامندی. سوم اتباع رسول صلی الله علیه و سلم، پیروی از او صلی الله علیه و سلم. اما در مبحث دوم باشد در بیان دعا و نافله ها از عبادت ها، هر نوع نافله هایی هست از عبادت ها در این مورد صحبت میکنیم. سپس قیام شب، قیام لیل، سپس ذکر الله، سپس توبه و استغفار صحبت خواهیم کرد. اما در مبحث سوم باشد در بیان بیر الوالدین، نیکویی به پدر مادر و صله رحم و نیازمندی های مردم را برطرف کردن صحبت میکنیم. اما در مبحث چهارم باشد در بیان اخلاق، حسن خلق و صدق و رازگویی و سلامت صدر، سلامت قلب، سلامت ماندن قلب از شرک و کفر، هر بدعت های هر چیزی که شیخ بیان می‌نماید. اما در مبحث پنجم باشد در بیان الحرص علی الوقت، در بیان حریص بودن بر وقت، استفاده وقت، و همچنین در بیان صبر در طلب علم و نقطه مهم صحبت الصالحه، همنشینان صالح داشتن. و در مبحث ششم باشد شیخ میفرماید که الحضور دروس العلماء، حاضر شدن بر درس های علما، در درس های علما حاضر شدن، و اکثر من الشیوخ و شیخای بیشتر داشتن، و همچنین در بیان احترام علماها و احترام نزدیکان صحبت میکنیم. احترام علماها و احترام نزدیکان طالب علم هر کسی باشد. و همچنین در مبحث هفتم سابع علم، بیان علم و عمل به آن علم، و همچنین یک الگوی نمونه بودن از برای مردم. اما مبحث هشتم باشد تعلیم دادن مردم با این علمی که آموختیم، و همچنین الانتفاع بوسائل حدیثه، منفعت رسانیدن یا که منفعت بخشیدن، منفعت آوردن با این وسیله های حدیثی که هست، نوعی که هست از شبکه‌های اینترنتی، این تلفن، هر چیزی که هست از این وسیله ها استفاده بردن، منفعت گرفتن. و مبحث نهم باشد شیخ آخران مبحث میشن میفرماید که الحذر من الفتن، بر حذر نمودن از فتنه ها، و همچنین البعد من المعاصی، دوری از گناه و معصیت. این آخران هر یک این بخش رو ان شاء الله که ما با همراهی شمایان خواهیم گرفت.